سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز می‌خوایم بریم بازی‌های پلاس و بازی‌های تخفیف‌دار پلی استیشن رو می‌خوایم بریم بازیم در مورد 3 تا پلاس که بلتون ببینیم چی میگه. بریم سراغ پلاس. خب بچه‌ها می‌خوایم بریم داخل پلاس برای اینکه بتونیم دسترسی پیدا کنیم. وارد پلی استیشن پلاس گیم میشیم. خب بچه ها درخواست کرده بودن که ما اول از ایکس کلاس سایو شروع کنیم. بازار ایکس کلاس سایو اینه که یک سری از بازی ها هستن، یکی از بازی‌هایی هست. این بازی‌هایی هستن کسایی که پلاسشون اسنشیاله و دوست نمیتونن بازی پلاس پرمیوم و اکسترا رو تجربه کنن. سونی این بخش رو اضافه کرده تا بتونید بازی‌ها رو بخرین. اینا منم در موردش صحبت کردم. و بعضی از بازی‌ها چون توی پلاس نیومده و تخفیف پلاس خورده میتونید استفاده کنید. خب میریم به سراغ بازی مانتلی گیم. 2 تا بازی داره. هیجان لایو شما فقط بازی بکنید. کلاد استریمینگ. خب این بازی هستن. تام کلنز راین باو سیکس سایج. تام کلنز دیویشن. خب دی لیت رو بازی بکنید. خب بتمن آرخام نایت، فال اوت 4، بلاد بورن که به جاش هم صدا میکنن بلاد برن. خب لسافاس ریمستر، اساسینز کرید یونیتی، آنچارتد، نیتن دریک کالکشن. این ریمستر های PS4 بوده که اومده. گاد آف وار 3 نسخه ریمسترش. خب استریت فایتر 5، دوم، نه بچه البته دام صدا می‌کنیم. آنچارتد 4، دیوز اند، اساسینز کرید سیندیکیت، آنتیلودان نسخه 2015. یه آنتیلودان 2024 داریم که کاورش از اون فرق میکنه. خب فارکرای پرایمال، مثلا فارکرای 4، تام کلنز دیویشن. خب اینفیمس اسکینسم. خب لگو بتمن 3، بار بیند گاتام. خب رایز آف تام رایدر. خب لگو ده هوبیت رو بازی کنید. دلگومو ویدیو گیم، خیلی از بازی رو معرفی کردم. اوتلست 2 رو بازی کنید. خب اینجا یه بازی استریمه. من یعنی بازی استریم رو بازی نکنید. اینجا بازی استریم هنوز کار نمیکنن، بعد از تحریمات کار کنه. خب
بازی الون این در دارک دی نیو نایتمر. یا من طرفدار الون این در دارک نیستم و طرفدار اینجور بازیای اینجوری نیستم. خب میریم پایین. خب اینجا اساسینز کریده و اساسینز کرید چرونیسلز چین. این بازی توی کشور چین نشون میده. اساسینز کرید هند، اساسینز کرید روسیه، اساسینز کرید فردام کرای، اساسینز کرید 3 نسخه ریمستر. بهم که این بازی PS3 بوده، چون بازیش طرفدارش افزایش پیدا کرده اضافه کردن روی استورش. اساسینز کرید IV بلک فلیگ. خب اساسینز کرید آدیسی سای، اساسینز کرید اوریجینز، اساسینز کرید روگا، اساسینز کرید د اتزیو کالکشن. که اگه میخواستین که نسخه های اتزیو رو بازی کنین اینجوریه. خب اینم مال PS3 بوده که ریمستر شده. اساسینز کرید والهالا استارداند ادیشن. خب اساتو کورزا کامپتیزینی. خب کلاود استریمینگ تموم شد. خب این داخل کلاسیک کاتالوگ. خب میخوایم بریم این بازی ها رو پیشنهاد بدیم. خب ما فقط سکیت اجین کلنگ. خب تام رایدر لجند که من بازیشو دوست ندارم، که بازیش بد گرفت، بازیش اصلا بازی نمیکنم، که من اینو بازی نمیکنم. الون این د دارک هم که دیده بودیم که الون این د دارک د نیو نایتمر 2001 مال بازی PS2 بوده که ریمستر شد داخل بخش کلاود استریمینگ دیدیم، ولی من بازیش نمیکنم. مدیوال یک رزیستنس تیکن 6 هستش. بچه تیکن 7 هنوز توی پلاس نیومده اینا. خب اینجا دیگه بازی ها رو معرفی نمی کنیم. خب میریم توی سراغ ریمستر. شو رفتم. خب بریم توی ریمستر. سورد آرت آنلاین لاست سانگ رو لاسانگ داره رسیستان فینال. خب رزیدنت ایویل 3 بچه این ریمسترش نیست، این ریمیکش. خب ما میدونم رزیدنت ایویل 2 داریم که هنوز این نسخش از پلاس رفت بیرون. تام رایدر رایز آف تام رایدر دیفینیتی ادیشن کاملا همه دام ها رو این بازی ها رو هم بکنید که من چند وقتی هستش. خب بچه اینا یه بگم، اینا بازی رچنن کلنکیه که واسه PS3. خب بایند تو سولز کرایسیس ریمستر بولت استورم که قبلا توی پلاس بوده که رفته بود بیرون و برگشته، ولی به زودی از پلاس میره، بوده 7 روز دیگه ممکنه بره. خب آخراش
Last of Us ریمستر، Last of Us Left Behind، DLC که جدا میتونین بازی نسخه DLC شو بازی کنین. Uncharted Legendary Collection، Wipeout Ongoing Collection. خب بازی PS3 فیفا درجنم کلم رو پیشنهاد میرم و اینا. خب کلاسیک کاتالوگمون تموم شد. گیم تریلز همین پلی ببینیم چی داره. خب بعد ماست پلی داره. خب NBA 2K25 دین لایت که استیهامنه، البته داخل اکستراه نه پرمیوم متریال. لایک دراگون اینفینیتی ویلت تا PS4 بعد PS5. خب تاپ اسپین 2K25. بچه ها لگو 2K درایو رو بازی کنین. خب مطالب این بازی همون تموم شد. خب بریم سراغ بازی یوبیسافت. خب و بیام که این بخش یوبیسافت و کلاسیک های یوبیسافت رو اضافه کردن. سونی یوبیسافت دوست داره که یوبیسافت بازی بیشتری بسازه. البته یوبیسافت دیگه ممکنه بازی جدیدی نسازه. اینجا کل اساسینز کرید ها رو داره، بقیه پایینیاش هم اینجاست. و بعد شو هنوز خبر اساسینز کرید میراج نشده کی میاد توی پلاس. یه بازی یوبیسافت همه اساسینز کرید ها توی پلاسه. فورهانر یا هم فورهانر، ریمن لجندز، مونوپلی پولی، ولیانت هارت، 2 واچ داگز 1، واچ داگز 2، واچ داگز لیژن یا همون واچ داگز 3. حالا ممکنه واچ داگز 3 باشه. خب اینجا کالکشنزه که خب بچه من بازیاشو نمیگم چون که خیلی طولانی ویدیومون تموم میشه. میرم توی گیم کاتالوگ. خب آل گیم کاتالوگ چی شده دوستان؟ یه لحظه تار زد دوستان، یه لحظه. خب بچه دوربین درست شد. خب بچه گاد آف وار رگناروک که قبلا توی چیز بوده، پلاس بوده، قبلا توی پرمیوم. خب بچه دین لایت رو بازی کنید. دین لایت خب جی تی ای وی، لایت دراگون گایدن، لایت دراگون ایشن، موتو جی پی و اوورکوکد رو بازی کنید با همراه پیدی 2. چون اینا خیلی از بازی جذابی هن. حتی هم ویچرسه. خدا نگهدار. خب بچه این هم از صحبت پایانیمون بوده که پیشنهاد میدم که پلاس داشته باشین و به زودی هم بخرید. خداحافظ بچه ها تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.